حکایت ماهیگیر و دیو. در زمانهای بسیار دور ماهیگیر فقیری زندگی می کرد که جز تور ماهیگیریش چیزی نداشت. او هر روز صبح قبل از طلوع آفتاب از خانه خارج می شد و به کنار دریا می رفت تا رزق روزانش را به دست آورد. اما او قانون خاصی برای خودش داشت. هر روز فقط 4 بار تورش را به دریا می انداخت و هرچه نصیبش می شد همان را روزی خود می دانست. یک روز صبح وقتی تورش را برای اولین بار به دریا انداخت با زحمت زیاد آن را بیرون کشید، اما چیزی جز گل و لای و سنگ‌های بی ارزش در آن نبود. ناامید نشد. بار دیگر دوباره تور را در دریا انداخت و این بار یک خمره پر از شن و ریگ نصیبش شد. او آهی کشید و باز هم تلاش کرد. برای بار سوم با دقت بیشتری تورش را در آب انداخت، اما این بار هم چیزی جز زباله‌های دریا در آن نیافت. صیاد که نگران شده بود به آسمان نگاه کرد و گفت: ای خداوند بزرگ، تو شاهدی که من همیشه بر تو توکل می کنم، اما اینک 3 بار تلاش کردم و چیزی نصیبم نشده. فقط 1 بار دیگر تورم را به آب می اندازم. اگر چیزی در آن نبود دیگر امروز دست خالی به خانه باز می گردم. او برای بار 4م با دلی پر از امید تور را به دریا انداخت. وقتی تور را بالا کشید متوجه شد که این بار چیزی سنگین در آن گیر افتاده است. با زحمت فراوان آن را بیرون کشید و دید که خمره‌ای بزرگ و کهنه از جنس برنج درون تورش افتاده. خمره سنگین بود و روی آن مهر حضرت سلیمان حک شده بود. صیاد که تا آن روز چنین چیزی ندیده بود با خود گفت: شاید درون این خمره گنجی نهفته باشد. دودی غلیظ از داخل آن بیرون زد و به آسمان رفت. دود لحظه‌ای در هوا چرخید و سپس به شکل دیو عظیم و جثه‌ای درآمد که سرش به آسمان می رسید و چشمانش چون 2 شعله سوزان می درخشید. دیو با صدایی خوفناک گفت: ای انسان، آماده مرگ باش. ماهیگیر بر خود لرزید. با صدایی لرزان گفت: آخر چرا؟ آخر چرا؟ من که کاری نکردم. دیو گفت: 1000 سال پیش سلیمان مرا در این خمره زندانی کرد و به دریا افکند. در ابتدا با خود عهد کردم که اگر کسی مرا آزاد کند او را ثروتمند و خوشبخت کنم، اما سالها گذشت و کسی نیامد. پس گفتم هر کس مرا آزاد کند برایش گنجی بی پایان آشکار خواهم کرد، اما باز هم کسی نیامد. بعد از قرنها با خود گفتم که هر کس مرا آزاد کند او را پادشاهی خواهم بخشید، اما باز هم نجات نیافتم. در نهایت پس از 1000 سال به خشم آمدم و با خود عهد بستم که هر که مرا از این زندان آزاد کند او را بیدرنگ خواهم کشت. صیاد که از شنیدن این سخنان به وحشت افتاده بود گفت: اما من بیگناه هستم، تو را آزاد کردم، پس چرا باید مرا بکشی؟ دیو خندید و گفت: تو را میکشم، زیرا به عهدی که بستم وفادارم. صیاد که میدانست در برابر نیروی دیو هیچ شانسی ندارد به فکر چاره افتاد. ناگهان نگاهی به خمره انداخت و حیله‌ای به ذهنش رسید. با لحنی متعجب گفت: اما چیزی را باور نمی کنم. چگونه ممکن است چنین موجود عظیمی چون تو در این خمره کوچک جا شده باشد؟
دیو با غرور گفت شما انسانها خیلی نادان هستید. مگر شک داری؟ من در این خمره زندانی بودم. ماهیگیر پاسخ داد من تا نبینم باور نخواهم کرد. دیو که میخواست قدرتش را به رخ بکشد ناگهان دوباره به دود تبدیل شد و آرام آرام به درون خمره بازگشت. همین که تمام دود به داخل خمره رفت صیاد به سرعت در آن را بست و با سنگی بزرگ بر آن کوبید و مهر سلیمان را روی آن فشرد. سپس با خیالی آسوده نفس راحتی کشید و خمره را بر دوش گذاشت. دیو که متوجه حیله صیاد شده بود از درون خمره فریاد زد ای صیاد مرا آزاد کن، این بار قول می دهم که به تو آسیبی نرسانم. اما صیاد خندید و گفت همانطور که تو به عهد خود وفادار بودی من هم عهد کردم که تو را دوباره به دریا بیندازم. دیو با التماس گفت اگر مرا آزاد کنی تو را ثروتمند می کنم و گنجی بی پایان به تو نشان می دهم. صیاد لحظه‌ای فکر کرد و سپس گفت اگر راست میگویی نشانی این گنج را به من بده. اگر حقیقت داشته باشد تو را آزاد می کنم. دیو چاره‌ای جز صداقت نداشت. پس نشانی به او داد که در آن ماهی‌هایی با رنگ‌های طلایی، نقره‌ای، سرخ و آبی شنا می‌کردند. این ماهی‌ها بسیار ارزشمند بودند و هر کس آنها را شکار می‌کرد به ثروت فراوانی می‌رسید. صیاد با اطمینان از صحت این گفته دیو را آزاد کرد. صیاد به آن نشانی که گفته شده بود رفت و از آن روز به بعد با ماهی‌های ارزشمندی که صید می‌کرد توانست زندگی خود و خانواده‌اش را تغییر دهد و از فقر نجات یابد.